این حرف منو فقط دختر پسرایی میفهمن که دستشون تو جیب خودشونه. به خدا خسته شدیم. هر کاری میکنیم نمیشه. اومدیم کار کنیم، پول در بیاریم، به آرزوهامون برسیم، نشد. اومدیم زندگی کنیم، اونم نشد. ما فقط داریم کار میکنیم که گشنه نمونیم، وگرنه نمیتونیم خونه بخریم، نمیتونیم ماشین بخریم، هیچی نمیتونیم بخریم. حالا از زندگی به هم میخوره که ای خواستیم هایی نشد. مگه ما چقدر جون داریم؟ اصلا مگه قراره چقدر زندگی کنیم؟ خوشت میاد اون بالا نشستی دست و پا زدن بنده تو این پایین میبینی؟ چی کار داره میکنه؟ قربونت برم. همه درا رو ما بستی. برای ماهایی که دستمون تو جیب خودمونه سخته، هرچی میدویم و نمیرسیم. الان تو سنی هستیم که وقتی بچه بودیم فکر میکردیم اگه بهش برسیم فقط عشق و حاله، ولی الان فهمیدم عشق و حال فقط مال اونایی که پدر پولدار دارن. اگه این زندگیه، من نمیخوام این زندگی رو.